سلام دوستای خوبم، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون عالی باشه و زندگیتون سرشار از عشق و نور آگاهی بوده باشه. اینجا برای انرژی خوانی دیگه. موضوع انرژی خوانی امروزمون در رابطه با ورود شخص جدید به زندگیمونه. فرقی نداره اصلا تو رابطه این تو رابطه نیستیم، کراشیم، اصلا توی هر موقعیتی که هستید میخوایم ببینیم که چه شخصی قراره وارد زندگیمون بشه. خب نیت کنید، انتخابی نیست کارت ها، فعلا تصمیم گرفتم که انتخابی نذارم. با نام خدا. خیلی جالبه، انگار که شما روی یک فرد سرمایه گذاری کرده بودید. اینو برای اون دوستانی میگم که یا کراشن یا کات کردن. این فرد به سمتتون میاد، یعنی این فرد اون فردی که دارم میگم سرمایه گذاری کرده بودین روش به سمتتون میاد، باتون صحبت میکنه و حتی وارد رابطه شدن رو هم دارم براتون میبینم. اما بگذاریم، قرار شد که کلی بگیم. ببینید این فرد جدیدی که داره وارد زندگیتون میشه در گذشته یک ضربه خیلی بدی رو ممکنه خورده باشه، یا حتی ممکنه یک نامزدی داشته که به هم خورده. این فرد افسردگی، حال بدهای زیادی رو پشت سر گذاشته و مدام هم با خودش و یا حتی با خانوادهش ممکنه که توی جنگ باشه. حتی برای بعضی دارم میبینم که یک ازدواجی داشته که به هم خورده. ببینید، ازدواجی که به هم خورده. این فرد فکر و ذکرش فعلا روی کاره و دارم 80% تمرکزش روی کاره، برای اینکه بتونه خودش رو از این شرایط نجات بده، بتونه یک زندگی خیلی خوبی رو برای خودش و البته همسر آیندهش فراهم کنه. اگر خبری نیست از این آدم، برای اون دوستانی دارم میگم که کراشن یا کاتن، اگر این مشخصاتی که گفتم به اون فرد میخوره، این آدم فعلا یه خورده توی افسردگیه. ازش خبر تماس ازش داری. هم خانوم و هم آقا به هم دیگه علاقه دارید. ببینید دوتا کارتش مثلا کنار هم، جفتتون منتظر همین، یعنی خانوم منتظر یه آقای، یا اینجوری بگم یه شاهزاده با اسب سفیده، این آقا هم همینطور، ولی هنوز ارتباطی شکل نگرفته. چرا شکل نگرفته؟ به خاطر وجود افرادی که چی؟ حسادت میکنن، افرادی که میخوان میونه همدیگر رو خراب کنن. هم کارت موش هم کارت مار کنار هم در اومد. این بیارم جلوتر که ببینید.
میبینید این دوتا رو؟ ببینید این فرد وقتی وارد زندگیتون شه، حالا مشخصاتم دوباره میگم، به قصد جدی بودن میاد. یعنی اصلا هدفش این نیستش که بخواد 2 روز خوش بگذرونه، 2 روز حالا با شما باشه بعدش بره با یکی دیگه. اصلا یه جورایی هم دارم میبینم یا این فرد با اومدنش تو زندگی شما قفل‌های زندگیتون رو باز میکنه، یا اینکه این شمایین که میرین تو زندگیش و این بستگی ها، این ناراحتی ها، این حال بد، این پرخاشگری و دعواها رو اوکی میکنیم. ولی برای اون دوستانی که منتظر یه شخص خاص هستن که این بالا گفتم، حالا کراش بودین، این کراشتون به زودی میاد جلو، یه خورده قطعه. خب گفتگو، صحبت کردن دارم براتون میبینم. این فردی که به زودی قرار وارد زندگیتون بشه، آدمیه که ممکنه شغلش سخنرانی باشه، نمیدونم مدیر باشه توی یک جمعی، اون فرد رو بالا بدونن و به حرفش گوش بدن یا خیلی خوب صحبت کنه. برای بعضیاتون هم دارم میبینم که این فرد میتونه متولد اردیبهشت، خرداد مهر باشه. انرژی شهریوری ها هم هستش، انرژی فروردینی ها هم هستش. خیلی جالبه، انگار شما همدیگر رو میشناسین الان. انگار شما همدیگر رو میشناسین که انقدر کارت موش و مار و این چیزا براتون در میاد. این فرد یکم ممکنه توی خانوادهش حالا بحث و دعوا داشته باشه یا اصلا خودش پرخاشگر باشه، احساساتش رو پنهان کرده نسبت به شما، یعنی در قلبش رو بسته، اصلا هم نمیخواد باز کنه، به خاطر اینکه نمیخواد دوباره یک زندگیش خراب شه، دوباره افسرده بشه. حواستون به این آدمای دور اطرافتون باشه لطفاً. خیلیتون دارم میبینم که دارید دعا میکنید، دارید نیاز میکنید که این فرد بیاد و حالا یا این فرد، حالا یا اینکه یک شخصی بخواد وارد زندگیتون بشه. این دعاها، این تقویی که داریم به خودتون میدین درست میشه. ببینید یک قرار عاشقانه و یک دیدار عاشقانه دارم براتون میبینم. به چند دلیل هم ممکنه که این قرار و دیدار به تعویق افتاده باشه برای اونایی که کراشین، به خاطر اینکه این فرد محدودیت‌های زیادی داره، دست و پاش بسته است. حالا این دست و پاش بسته است میتونه زندگی قبلیش باشه، خانوادهش باشه، آدمای دورش باشن، اما قصه نخورید. این فرد رو من دارم از شرایط گیج و
این شرایط افسرده‌ای که هست دارم می‌بینم که بیرون میاد و زمانی که این فرد به استقلال رسید، زمانی که فکر و ذکرش از روی پول برداشته شد، اون موقع است که میاد برای خواستگاری و من دارم اینجا خواستگاری رو میبینم. حالا نه مثلا فردا دوستشیم پس فردا بیاد، نه، منظورم اینه که رابطه جدیه. هرچی تا الان بوده، هرچی که تا الان گذروندیم، با ورود این شخص تموم میشه. خیلی تاکید داشتم به اینکه شما این فرد رو میشناسید، یعنی مطمئنم 70-80% یا کراشید یا میشناسید یا ببخشید کاتید، ولی همدیگر رو میشناسید. برای اونایی که حالا سینگلن یا کلا توی هیچ رابطه‌ای هم نبودن، دارم یک قرار رمانتیک رو میبینم. اما من میگم 70-80% زومم، چون به خاطر این دوتا کارت خیلی جالب است. این دوتا کارت با هم در اومد، کنارشم این دوتا کارت در اومد، مو شما رو نمیدونم خرس و حالا خرس خوبه، و در آخر این در اومد. یعنی چی؟ یعنی شما دوتا، هم خانم هم آقا، با وجود تمام این سرزنش ها، با وجود تمام این افرادی که حسادت میکنن، نیش میزنن، رابطه رو میخوان از ریشه بکنن، به هیچ جا نمیرسن. اگر به خاطر اینها حالا کات کردیم یا اینکه وارد رابطه نشدید، هنوز کلیدش تا 3 وعده دیگه به دستتون میرسه. اوکی، خیلی دوستتون دارم، خیلی ممنون تا این لحظه همراهم بودین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.